اینجا چشمه رامیانه، استان گلستان. خروجی چشمه اینجاست و خود چشمه هم اینجاست. مثل یه دریاچه است که از زمین آب میجوشه میاد بالا و عمق اینجا رو هنوز هیچ کسی نمیدونه چون نتونستم برم پایین. عمقش معلوم نیست از کجای زمین آب میجوشه میاد بالا. یه دریاچه اینجا تشکیل داده و خروجی این آب هم از این کاناله میاد و میره داخل شهر. خیلی خوشگله، هم طبیعت اطرافش هم خود دریاچه‌اش بسیار زیباست. آبش هم خنکه و استان گلستان هر چقدر میگردی باز جاهای جدید و بکر و باحال داره برای بازدید و تماشا. فوق‌العاده است.